خندان. هی باز بخوانیم کلی کلی کلی، باز برقصیم کلی کلی کلی، باز بخندیم کلی 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 کلی. با ما بیا کلی کلی کلی، با ما بخند کلی کلی کلی، با ما برقص کلی 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 کلی. مینکی تو رو چی شده؟ نه هیچ چیز نیست، فقط دفعتاً دلم شد رقص کنم. چی یک پروانه مقبول؟ چی؟ گفتی پروانه؟ اون ناکاره ببینین. مینکی خیرت از دوسته. ناک فقط از دیدن این ناکای آبدار خوش شدم، ما جیغ زدم. زنده باد. حالا منتظر هستم. نمیخواین سرم خنده کنین؟ چرا سر تو باید خنده کنیم؟ چون من از پروانه میترسم. خیر است دیگه، ما یگان وقت از تاریکی میترسم. میفهمی کوکولی از پشک میترسه. سلام به همگی. گپایتان شنیدم، نباید بشرمید. ترسیدن هم مثل خوش بودن و ناراحت بودن یک حس است. هر کس از یک چیز خاصی میترسه. من میفهمم که پروانه به ما ضرر نمیرسنن دودود، اما هر وقتی که نزدیک میشن باز میترسم. آدما یگان ترسایی دارن که دلیلش نمیفهمن. این طبیعی است. باید از ترس خود نجات بدیم. باید بفهمیم دلیل ترسیدن ما چیست. کاش که میشد از پروانه دیگه نترسم. ما اگه بتونیم با پروانه ها دوست شویم شاید این ترس تو هم گم شوه. مینکی فهمیدی گپا؟ چطور این کار کنیم؟ حالا تینکی خب فقط یک پروانه کاغذی است. فکر کردم واقعی است. حال کوشش کنی پروانه کاغذی را در دستت بگیری. از این خود هیچ نترسیدم. راستی هم کاغذی است. حال نوبت واقعیش است. حالا مینکی تو میتونی بگیریش. ما به تو اعتماد داریم. این آخرین تمرینت است. حال بدون دستکش و کالا. های این پروانه کجا رفت؟ پرواز کرده رفت. نه خدا آماده حس میکردم اما خیر از دوستا یک وقت دیگه. مینکی تو خوب هستی؟ سنگ ندیدم اما خوب هستم. حال آرام باش مینکی. همونجا استاد باش.
و روی دور بده. چرا چی شده؟ هیچ زحمت ما نتیجه نداد. هنوز کاملا آماده نشده، اما راستی بسیار کم مانده بود که بگیرش. یک دفعه جرأت کنه باز میبینیم که با پروانه دوست میشه یا نمیشه. اگر کلتون شجاع باشه نقشه کوکولی کامیاب میشه. اگر میخواین به مینکی کمک کنین، شما باید کاری کنین که ازش میترسین. اگر شما نترسین، مینکی هم نخواد ترسید. واقعا میخوای این کار کنی تینکی؟ باید یاد بگیرم که از تاریکی نترسم. تنها قصه میتونم به مینکی کمک کنم. کوکولی آماده استی؟ یادت باشه تینکی، چیزایی که در روشنی ازش نمیترسی در تاریکی هم ترسناک نیستن. زیاد ترسیدم. اگه در تاریکی امرایتان تکر کرده باشه مرا ببخشین. تجربه کردم تینکی، حال خود نمیترسی. خوب هستم، بیاین دوباره شروع کنیم. کوکولی نوبت تو است دوستم. این پشکک زیاد شیرین است. پیش برو برش او بته کوکولی، حالا نترس. به ما نشان بده که چقدر میترسی. هر قدر ترسیدی میتونی با دستت به ما نشان بدی کوکولی. کوکولی ببینه تا نیم قد ترسو هستی، اما به مو اندازه شجاع هم هستی. بله کوکولی، از شجاعتت استفاده کن. حالا کوکولی تو میتونی کار کنی. آفرین کوکولی. اون آمد. حال نوبت توست تینکی. کیو خنده میکنه؟ کوکولی و تینکی چشم پدکن بازی میکنه، اما تینکی خواهش داره که زیاد میترسی. مینکی تو هم بیا که بازی کنه. کوکولی خواه با پشک بازی میکنه، اما وام از پشک میترسید. دفتن اینا رو چی شده؟ دیدی مینکی؟ ما دیگه از تاریکی نمیترسم. کوکولی هم از پشکا. اما چطور امکان داره؟ دود به ما شربت شجاعت داد. وقتی خوردیمش ترس ما پرواز کنه. راست میگین؟ ما میخوایم. بیا تو هم بخو حالا. مرا خو هیچ چیزی نشد دود. بلان کوکولی هم سرش کار نکرد. خیر است، ما تلاش خود کردیم. مرا ببخش دودود. شربت شجاعت هیچ فایده نکرد، اما بسیار مزه دار. مزهش مثل جوس بود، اما هیچ فایده نکرد. مینکی او براستی جوس بود. منظورت چی است؟ کوکولی این شربت به خاطر تو جور کرده و برات داد. ما میخواستیم که تو دیگه از پروانا نترسی. من خو نفهمیدم چطور شجاع شدین؟ تو خودش با تکان بازی کردی. کوکولی هم از پشک هیچ نترسید.
به خاطر که نشان متن ترس خوب نیست، کوکولی و تینکی هر دویشان با ترس خود غلبه کردن و به جای ترس شجاعت آمد. فقط به خاطر کمک کردن به من؟ مینکی، اما موفق نشدی. ما را ببخش مینکی، باید به تو از اول میگفتیم. مهم نیست دوسته، چون شما میخواستین مرا کمک کنه. من میتونم. تو موفق شدی مینکی. موفق شدی. شما به خاطر من با ترستان مبارزه کردین. نشان دادین که ما میتونم این کار کنم. او چو سکیلانه بلکه شما بودین که به من جرأت دادین.